با یاد و نام خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و درود خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه 60 دقیقه در خدمت شما هستیم و با همراهی استاد محیدین کبیری میخواهیم موضوعهای مختلف را از بخصوص 3 موضوع مهم این هفته را بررسی کنیم و امیدواریم که بتوانیم این وقتی ما کفایت کند که این موضوع ها رو بررسیم. استاد بفرمایید، اگر سلام درود با بینندگان دارید بفرمایید تا موضوع رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من هم در نوبت خود سلام و پیامم رو به شما، به همکارانتان و اینچنین به همه مردم تاجیکستان که ما را در این ساعت‌ها می‌بینند، می‌شنوند یا در ساعت‌های بعدی می‌رسانم و آماده هستم انشاءالله اگر سوال‌ها جدا از این موضوع هم اگر با سوال‌های دیگری هم باشد در خدمت هستیم. خب دوستان عزیز، ما میخوایم در 3 موضوع امروز صحبت کنیم. موضوع اولی ما موضوع محلگرایی است که از قبل دوستان اعلام کرده بودند و موضوع دوم موضوع همون مرگی ناگهانی یک خانواده و متاسفانه باز امروز هم فهمیدیم که 3 نفر دیگر، 3 نفر کودکی بیگناه دیگر باز هم بر اثر دود گرفتگی یا بر اثر سوختار جان خود را از دست دادند که در همینجا به خانواده های این عزیزان و دیگر دوستان و پیوندانشان و عموما مردم تاجیک ابراز تسلیت و همدردی میکنیم. و همچنین موضوع سوم موضوع مرگ ناگهانی مخالف معروف روس الکسی نوالنی میباشد. خب ما سعی میکنیم که در این 3 موضوع در این 60 دقیقه صحبت کنیم. سوال‌های اگر شما بینندگان باشد میپذیریم و دوستان با ما میرسانند، میتوانیم در اینجا مطرح کنیم. خب محلگرایی البته یک موضوع داغ هست که ما همه میدونیم. محلگرایی یک پدیده نو نیست در جامعه متاسفانه و درباره محلگرایی من قبل از این همین برنامه که شروع میشد استاد من یک گفتگو کردم در اینترنت درباره محلگرایی. مطالبی از حد زیاد نشر شده است. واقعا هم خیلی مطالب زیاد در این باره در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، از جمله شعر زیاد. خب اون شعر معروف استاد لایق که گفته است این محلگرایی یک علت است که ملت ما را از این علت نگه دارد، خدا گفته است و این از زمان گذشته تا امروز هم بسیاری شاعرای جوانتری ما هم در این باره شعر می‌سرایند، مردم در این باره مقاله می‌نویسند، زیاییان میگویند، ولی متاسفانه ما می‌بینیم که عملاً محلگرایی نه اینکه از بین رفته ایستاده است ولی به یک شکل در حالت رشد است، یا اینکه حداقل همون مظاهری محلگرایی یا اینکه همون نشانه‌های محلگرایی در سطح جامعه ما بیشتر نمودار میشوند روز بر روز تا اینکه بگیم کمتر شود، محلگرایی از بین رود و دیگر. حالا سوال اصلی همین است که عامل‌های همین پیدایش این محلگرایی و عامل‌های پیدایش و عامل‌های گسترش آن در این شب و روز و به یک شکلی که امروز ما می‌بینیم، یعنی در بروز نشانه‌های آن به شکل‌های مختلف در جامعه چی‌ها هستند، میشه در همین باره ما صحبتمون رو شروع کنیم. استاد بفرمایید. سلامت باشید برادر بابا جان. واقعا موضوع محلگرایی بسیار موضوع روزمره هست و همیشه جزئی از روندهای سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیکستان بود. اما در این شب و روز من فکر میکنم که شما بیهوده این موضوع رو انتخاب نکردید، چون روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی مسئله محل و محلگرایی خیلی باز داغ‌تر شد. اینم شما خوب در جریان هستید که در نتیجه بعضی سوء تفاهم‌هایی که در شبکه‌ها و در رسانه‌ها با وجود آمد، ولی باز هم این مسئله محلگرایی مثل همون یک زخمی در بدن که کمترین درد، کمترین حالت او را باز از نو خونشار میکند، باز از نو او را مجبور میکند که از خود درک بدهد. باز از خود درک داد و باعث
بحث و کشاکش شد. اما اگرچه خودی اون بحث خدا را شکر با درایت و با آگاهی که مردم برادران از خود نشان دادن و اجازت ندادن که بعضی ها دامنه آن را به سمت فتنه بکشانند و اون به شکل خاموش شد. اما این معنی ندارد که در جامعه ما مشکلی محلگرایی از بین رفته است، از بین خواهد رفت، یا با همین گونه موقتا خاموش کردن این موضوع ها پیش روی فتنه را گرفتن این مسئله از بین میرود. نه، این چنین نیست، چون که مسئله محلگرایی در متاسفانه در خون و پوست جامعه تاجیکستان تاثیر کرده است و همونطور که شما گفتید عامل‌های گوناگون دارد. من در اینجا یک چند عامل را که از نگاه من مهم هستند برایتان میگویم و البته اینا هیچ گونه من دعوای یک تحقیقات علمی را در اینجا ندارم، بلکه مشاهده شخصی خودم هست. و عامل اصلی را من در عامل تاریخی جغرافی میبینم. نباید فراموش کنیم که جمهوری تاجیکستان یک منطقه کوهستانی است و تجربه نشان داده است که مسئله محلگرایی، مثلا نسبت دادن خود به یک وادی، به یک دره، به یک محل، به یک منطقه بیشتر خاصی کشورها و منطقه‌های کوهستانی است، چون از لحاظ جغرافی بخصوص در زمانهای گذشته که امکانیت تماس گرفتن، همکاری کردن، تجارت داشتن، خویش و تباری داشتن در بین محل و منطقه ها خیلی دشوار بود. راههای دور، کوهستان، برف، باران و حتی بعضا میشد که مثلا در تاجیکستان ما تا 6 ماه یک منطقه با منطقه دیگر در طول 100 ساله ها و 10 ساله ها چنین بود، ارتباط نداشتن، کنده بودن و این همه باعث آن میگشت که یک قوم، یک محل، یک منطقه در یک محدوده فرهنگی، زبانی، لهجوی و با همون فضای خودش باقی بماند و قبول کردن، تحمل کردن، پذیرفتن لهجه، طرز زندگی، گفتار، رسم و عادت‌های منطقه دیگر یک کمی دشوارتر بود و تاجیکستان هم از جمله همون ملت‌های هست که در منطقه‌های کوهستانی زندگی میکنند، در صورتی که کشورهای و منطقه‌هایی که یک کمی شرایط جغرافی دیگر دارند اونها این گونه مشکلی ها را سبکتر از سر میگذرانند و زودتر با هم آمیخته میشوند، عادت میکنند، رفت و آمد بیشتر دارند، تجارتی بیشتر دارند، خویش و تباری بیشتر دارند و مسئله محلگرایی خیلی کم در اونها رشد کرده است. بخصوص در کشورها و منطقه‌هایی که شهرهای کلان دارند، محلگرایی قربانی شهرنشینی میشود که این یکی از ویژگی‌ها، یکی از جنبه‌های مثبت شهرنشینی هست. اما در منطقه‌هایی که فرهنگ شهرنشینی کمتر است، بیشتر روستا، دهات و این طرز زندگی رشد کرده است، در اینجا طبیعی است که محلگرایی، منطقه‌گرایی و حتی پایین‌تر از اون اولادگرایی هم رشد می‌کند و بنابر همین ما خواسته یا نخواسته باید این رو اعتراف کنیم که ما تاجیکان که اکثراً بخصوص در این 100 سالهای آخر که از شهرهای بزرگ محروم شدیم، بیشتر در مناطق کوهستان زندگی میکنیم و این متاسفانه تاثیر خود را هم رسانده است. شما تصور کنید که مردم بدخشان ما طول 1000 سال بیشتر هم با دلیل جغرافی و هم با دلیل فرهنگی، زبانی، مذهبی در انزوا قرار داشت. این معنی ندارد که رفت آمد نداشتن، اما خیلی کم بود، بلکه مردم پامیر ما مجبور بودن که طول این 100 سالها خود را از اکثریت که اونها را احاطه کرده است، چه از سمت افغانستان چه از سمت تاجیکستان، خود را حمایت کنند و این رفت آمدها کم بود و این تاثیر خود را رسانده است. بین جنوب و شمال، بین دوشنبه و خوجند، بین منطقه ختلان، وادی رشت و منطقه زرافشان و خوجند زمین ارتباطات کم بود و این هم تاثیر خود را رسانده بود و هنوز هم این تاثیر وجود دارد. اما وقتی من جنبه علاوه بر جغرافی عامل تاریخی را هم اینجا گفتم، این هم جا داشت متاسفانه. البته ما ملت تاجیک یگانه ملت نیستیم که به این گرفتاریم، حتی در کشورها و ملت‌های بزرگ هم شما می‌بینید که این گونه محلگرایی، منطقه‌گرایی هست. در همین آلمان هم من وقتی با مردم صحبت میکنیم احساس میکنیم که مثلا جنوب با شمال حتی البته نه به سطح ما به حد مسخره نمیکشونن، اما شوخی آمیز
مثلا لهجه جنوب را کمی مورد حجر قرار میتن، یا جنوبی ها شمالی ها را، میونخن هامبورگ را، هامبورگ کیل را، و اینا احساس می شود. اما در ما تاجیکان یادمان نرود که طول 100 سالها از طرف سلاله غیر تاجیکی حکمرانی می شدیم، به خصوص منقیطی ها، و این هم تاثیر خود را رسانده بود. حتی اگر شما اثرهای ادیبان ما را در آخر امارت بخارا و اول حکومت بولشویکی بخوانید، صدرالدین عینی و دیگران را، در اونجا یک حالتهای جالب را میتوان خواند و مشاهده کرد که یکی از ناراضگی مثلا زیایان بخارا، تاجیکانی که در بخارا بودند در زمان امارت بخارا، از آن بود که مسائل دینی بیشتر در سطح قاضیات و امامان مساجد و رهبران دینی امارت بخارا، البته نه در همه جا اما در بعضی جا، حتی در بخارا هم حتی تا به منصب قاضی القضات رسیدن هم نمایندگان جنوب بودند، و این در اثرهای صدرالدین عینی هم اشاره می شود که از امیر اراد می گرفتن، یا بعضی از نخبگان اون زمان تنقید میکردن که به اصطلاح دهاتی ها، داخونده ها، کلابی ها منصب های کلیدی بخصوص در ساحه دین را از خود کردن، اگرچه تجارت و ارتش اینا هم در دست یا مردم خود بخارا و سمرقند بود، یا در دست اقوام ترک نژاد، مثلا ارتش بیشتر در دست ترک نژادها بود. ولی باز هم این مسئله های خورد محل در اونجا هم معلوم شد که جا داشته است. اگر یادم رفت نام یکی از بله، یعنی استاد با این حساب شما میگید این یک روند، یک پدیده طبیعی است در جامعه ما؟ نه، این طبیعی نیست. منظورم که در عصر 21 در این زمان این طبیعی نیست. حالا من هدفم از این آوردن این مثال ها در این است که در هر ملت مسئله محلگرایی، منطقه گرایی یک ریشه های تاریخی، جغرافی، فرهنگی دارد. ما نباید از این فاجعه بتراشیم و نباید آن را پنهان کنیم. مثلا ما چرا پنهان کنیم که زمان در بخارا چنین فضا بوده است؟ حالا اینجا بحث ما این نیست که خوب بود یا بد بود، البته بد بود، اما این یک واقعیت است، چون این در اثرها است. ما مثلا ببینید تاریخ اسلام را، قصه یوسف حجاج را ببینید، وقتی که اون به هر منطقه، اون البته با ظلم خود معروف بود، اما به هر جایی که میرفت اولین سوالش این بود که والی این منطقه کی است. وقتی میفهمید که از حساب عجم هست، فارس زبان است، خیلی به غضب می آمد. بعد میگو قاضیش کی است. وقتی جواب میگرفت که از مردم عجم یا فارس زبان است، خیلی به غضب می آمد. یعنی در اون زمان هم مسئله محلگرایی، منطقه‌گرایی، قومگرایی وجود داشت. چرا ما این رو بیایم پنهان کنیم فقط به خاطر آن که این جزئی از تاریخ اسلام است، ما همه آن را خوب و مثبت نشان بدیم؟ نه، این چیزا در تاریخ اسلامی ما، در تاریخ زمان بخارا هم وجود داشت. من حالا اسم همون نفر یادم نیست، ولی حتی ببینید همون من پیشتر اشاره کردم که بخش دین بیشتر در دست، البته نه همش، یک قسمش در دست زادگان منطقه جنوب یا شرق بخارا بود، و وقتی که جدیدان خیلی فعال شده بودن در بخارا و الکی برای امیر عالم خان جدیدها معارف پروران خطر داشتن، اون همون طوری که همه حاکمان دیکتاتور و خودکامه از بخش از عنصرهای تقلیدگرای دینی و مذهبی استفاده میکنن علیه نوگرایان، علیه اصلاحات خواهان، علیه نیروهای نسبتاً پیشرفته و زمانوی دینی. امیر عالم خان هم از این اسلوب خوب استفاده برد و یکی از با نام یادم رفت ایشانی، حالا کتابای تاریخ را باید دید، و اون مردم مسجدها را، مدرسه ها را به خیابان کشید که خودش زاده بخارا شرقی بود، اصلا نه زاده بخارا بود نه سمرقند، و با شعار وا شریعت ها و اسلام ها که گویا این جدیدان و معارف پروران ارزش های اسلامی و دینی را به نابودی کشانده ایستادند، و امیر عالم خان نسبت آنها چاره نمی‌بیند، دعوت کردند از امیر عالم خان که نسبت
جدیدان و معارف پروران اقدام کند و این پیشوای این گروه زادگان یکی از منطقه‌های جنوبی تاجیکستان بود و این در کتب تاریخ ما هست و این مشکلات فکری در بخارا که این بحثی بین نو و کهنه بود حتی در داخل اسلام آهسته آهسته در بعض مسئله ها با مشکلات محل هم در بخارا کشیده بود. دوستان این یک نوع توجیه محلگرایی حساب نمی شود. حالا مثلا ما بیشتر امروز هم چون در الیت حکمران وقتی که میبینیم بیشتری منصبداران از یک محل هستن یا دیگر اونها هم میگن در زمان شوروی این بود، حالا در بخارا بود، حالا شما میگید چون در اسلام هم بود. این آیا یک نوع توجیه محلگرایی نیست خودش؟ ببین من اینجا عامل‌های تاریخی جغرافی را گفته ایستادم. یعنی وقتی که من عامل‌های تاریخی را میگم معنی ندارد که این سفید کردن و توجیه کردن است یا اینکه سر سپردن که نه این دیگر طبیعی است برای ملت ما در عصر 19 و 20 نیستیم دیگر. ما در عصر 21 زندگی داریم. در اینجا عصر اینترنت است، عصر ساختن دولت و جامعه متمدن زمانوی هست و این اونایی که من میگم منظورم این است که قبل از آن که ما با عامل‌های دیگر وارد شویم نباید همه چیز رو در عامل‌های معاصر زمان شوروی و زمان رحمان ببینیم. ما باید بگیم که در ملت روس، در ملت ترک، در ایران، مثلا در ایران محلگرایی اصفهانی و مشهدی و حالا بلوچ و سیستانی و مگر اینها کم است، ولی چون وقتی که مردم تبدیل به یک ملت می شود اینا دیگر آهسته آهسته زدوده میشن، از بین می روند. اما مشکلی ما این است که همون مریضی ها و کسلی های 100 سال پیش خود را 200 سال پیش خود را از زمان بخارا از زمان شوروی امروز انتقال دادیم به تاجیکستان امروزه. مشکلی ما در این است، مشکلی در اون است نیست که ما باید از عامل ها از سبب ها در گذشته نگیم و آنها را نادیده بگیریم. من اینجا با اشاره به این که این یک عامل های تاریخی و جغرافی هم دارد که به هیچ وجه نمیتواند بهانه یا دلیل برای ادامه محلگری در زمان ما باشد. من با اجازه شما میگذارم به عامل دوم که زمان شوروی است. یعنی من حتی میتوانم بگم که ریشه محلگرایی در زمان شوروی یا پنجشوی محلگرایی در زمان شوروی به مراتب از زمان امارت بخارا بالاتر بود، یعنی بالاتر شد و بلشویک‌ها محلگرایی را به حد نهادینه کردن که این تبدیل به جزئی فرهنگ سیاسی شد. بله دوستان یکم فرصت ما کمتر است برای موضوع ها. اگر ما زودتر با همون عامل‌های چیز بپردازیم، عامل‌های بیشتر گسترش محلگرایی در حکومت امروزه. ببینید ما اگر می‌خوایم که عامل‌های گسترش محلگرایی در حکومت امروزه را جستجو کنیم نمیتونیم به گذشته نگاه نکنیم. مثلا امام علی رحمان که حالا محلگرایی را به اوج اعلای خودش رساند، همین 30 سال اخیر حاکمیت امام علی رحمان واقعا برای ملت تاجیک از لحاظ محلگرایی یک فاجعه هست. دیگر این یک پدیده نیست بلکه یک فاجعه است. امام علی رحمان سیاست امروزه خود را نسبت محل‌ها در چارچوب و در مبنای محلگرای زمان شوروی بنا کرد با یک تغییرات. مثلا در زمان شوروی حداقل بعد از جنگ تمام رهبران تاجیکستان از منطقه شمال از خوجند بودند، به زمان اصطلاح اون وقت لنین آباد. سروزیر عادتا از مردم منطقه کلاب تعیین میشد و رئیس پارلمان یا از بدخشان یا از منطقه رشت، از ناحیه‌های شرق تاجیکستان. و این اگرچه هیچ قانون وجود نداشت ولی این جزء فرهنگ سیاسی اون زمان شده بود. امام علی رحمان چیکار کرد؟ این رو آمد یک کمی تغییر داد. به جای شمال مردم منطقه دنغره، اصلا یک کلاب گفتن نمیشد چون یک زمان کلاب بود، الان در بعداً تبدیل به دنغره و الان تبدیل به یک خانواده خودش کرد. دیگه حتی دنغرگیان با اون شکلی که در اول بود در حاکمیت نماینده ندارن. ولی جای کلاب و خوجند را عوض کرد، سوخت عوض شد. پارلمان همونطوری که در زمان شوروی در رئیسش از منطقه رشت یا بدخشان بود همونطور باقی ماند. یعنی سیاست امروزه رحمان نسبت محل و محلگرایی اداره سیاست زمان شوروی است با یک کمی تغییرات، با جای عوض کردن یک منطقه به منطقه دیگر.
اما ببینید مصیبت ما در این دوره چرا در این 30 سال امام علی رحمان بیشتر شد؟ به خاطر آنکه امام علی رحمان این را به حد اعلای خود، به اوج اعلای خود رساند و از حد محلگرایی رفت به سمت اولادگرایی و یک خانواده که این دیگر پایانترین سطح محلگرایی و خش و تباربازی در یک کشور است و من فکر میکنم که این پدیده دیگر به ملت تاجیک امکانیت نمیدهد که در مقابل اون چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی که دارد همچنین یک ملت رفتار کند و همین است که دیگر ما الان میبینیم تمام این مصیبت ها و مشکلاتی که در جامعه ما امروز پیدا شده است و شما هم اشاره به آن کردید و موضوع ما هم هست که مثلا یک خانواده کاملا از بین رفت به سبب نبودن برق در تاجیکستان در پایتخت. شاید بیننده سوال دید که این چه ربط دارد به محلگرایی؟ خب برق نیست، اونا از انگشت استفاده کردند و در نتیجه دود انگشت یک خانواده از بین رفت. امروز شنیدیم که با 3 نفر دیگر هم 3 طفل هم در نتیجه این حادثه از بین رفته است. اما از دیدگاه من این ربط مستقیم دارد. چرا؟ یعنی وقتی که سیستم برق تاجیکستان در 30 سال درست به راه مانده نمیشه، نه تنها سیستم برق، اصلا حکومت تاجیکستان آماده به هیچ حادثه های طبیعی و کمترین چالش نیست. این نتیجه چی است؟ نتیجه همون محلگرایی و خشتنبازی است. مگر ما این نمیبینیم که در طول 30 سال حداقل در 20 سال اخیر مسئولین ساحه برق در تاجیکستان همیشه از نزدیکان خانواده رحمانوف بودند، چون این یک ساحه خیلی هم سردرآمد است، ساحه است که در آن پول زنده میچرخد، یعنی مردم خواهی نخواهی پول برق رو پرداخت میکنن، اگر نکردن قطع میشد برقشان. برق با پول نقد به افغانستان به طالبان فروخته میشد، به همسایه کشورها فروخته میشد. این جای سردرآمد است که باید این درآمد به بودجه دولت ملت برود، برای از نو کردن و تعمیر شبکه‌های برقی صرف شود. اما چون اینها نفران نزدیک با عائله را در رأس یا در کرسی منصبداران این ساحه برق شناندن، پول را خود آبولای میکنند و این است که در 30 سال با وجود آنکه تاجیکستان یک کشوری سرچشمه منبع برق در تاجیکستان است، ما از لحاظ داشتن پتانسیل برقی در جهان جای 8م هستیم. شما تصور کنید یک کشور با این مساحت خرد 8مین جای در جهان را اشغال میکند با داشتن پتانسیل انرژتیکی، ولی برق نداریم. مردم از بی‌برقی تلف میبینند. برای چی؟ برای اینکه این مسئله خیش و تبارچگی، مسئله محلگرایی است که نتیجهش انمیگونه حادثه های ناخوش در کشور میشود. اگر نماینده یک محل دیگر یا حتی بگذار خود محل زادگاه امام علی رحمان باشد اما متخصص باشد، یک آدمی که به ملت وفادار باشد، کمند خودش رو بگیرد، مگر ملت در این حال گرفتار میشد؟ انیق که نمیشد. اما چون امام علی رحمان سیاست کدیرش بر مبنای خانواده و اولاد و خش و تبار خودش است، ما خواهیم نخواهیم در ساحه برق، در ساحه اقتصاد، در ساحه معارف، در ساحه طب، در همه ساحه این مشکلات را خواهیم داشت. فقط به محلهای دیگر وقت رو می‌آورد که برای نمونه 1-2 نفر رو از سوخت، 1-2 نفر رو از بدخشان، 1-2 نفر رو از منطقه اطراف دوشنبه هم میموند، برای اینکه بگوید که نه ما از همه محلها نماینده داریم یا از همه ملت‌ها نماینده داریم. برای کشور همسایه یک حکومت همه شمول طلب میکند امام علی رحمان، اما برای وطن خودش، برای تاجیکستان ما یک حکومت عائله شمول را به سر قدرت آورده است. استاد به یک نکته دیگر شما اشاره کردید، حالا من میخواستم بعداً به این بپردازم ولی دیگر وارد بحث دوم میشه. شما گفتید درباره خانواده‌گرایی و همین پدیده که این هم یک شکل بدتری محلگرایی است در حال حاضر. ما میبینیم که در تاجیکستان ما اکثرا هر کسی که از بالا تا پایین ترین چیزها وقتی که به یک منصب میرسن معمولا به همین خانواده‌گرایی یا اینکه همون خیش و تبارگرایی، خیش و تباربازی دست میزنن و همین اگر شما همه میدونیم که اگر کدام وزیر رو بگیریم حتما فرزندان و خیش تبار نمیدونم جیانهاش و اینش در چیزها هست.
یا هر رئیسی را بگیریم در مقام‌ها و امکانات اقتصادی و همه در اختیار خشتبار خودشون قرار میتیم. آیا همین یک پدیده از نگاه روانی در کشور ما جا افتاده هست که مثلا همین مردم دیگر این رو یک طبیعی میپندارن یا این عامل خاصی دیگر دارد؟ ببینید، عرب ها یک مقال دارن که الناس علی دین ملوکهم، مردم در دین آیینی پادشاهان خود هستند. بخصوص در شرق این یک واقعا یک پدیده معمولی هست که الیتا و بخصوص نفری اول در حاکمیت فرهنگ سیاسی رو شکل میدهد. بعضی از کارشناسان غربی با ما میگن که فایده نداره در کشور دیکتاتوری اگر شما مردم رو تربیت نکنید، ملت آگاه نباشد، شما یک حاکم رو به حاکم دیگر عوض کردید، هیچ تغییر نمیکند. من میگم که در فرهنگ اروپایی غربی شاید نتیجه بدهد که مردم وقتی که آگاه میشود با مکانیزم‌های گوناگون مجبور میکنن حاکمیت رو تغییر میدن، عوض میکنن. اما در شرق معمولا یک نفر تأثیرش وقتی که در حاکمیت باشد از تمام این حزب‌ها و گروه‌ها و اتفاق‌ها و از این قشرها تأثیرش بیشتر است. شما ببینید که در یک کشورهای سابق شوروی وقتی که ساکاشویلی آمد، یک نفر گروزیا رو به چی تبدیل داد و میرزیویف در ازبکستان با سر قدرت آمد. ازبک‌ها همون ازبک‌ها هستند، همون ملتی که در زمان اسلام کریموف بود، یعنی در اونجا پیشروی شده ایستاده است. توکایف با جای نظربایف آمد، ملت رو عوض نکرد، رفتار خودش رو عوض کرد. بنابر همین این افسانه رو که در گوش ما تاجیکان میخوانند که اگر با جای رحمانوف هر کسی دیگر بیاید همین محلگرایی و خش و تباربازی باز ادامه خواهد داشت، من این رو یک افسانه میدونم که میخواهند با توسط این ملت تاجیک رو متقاعد کنند که هیچ ضرورتی برای تغییر حاکمیت نیست. ما تاجیکان دو شانس داشتیم که اون رو از دست دادیم، تا اینکه نه تنها محلگرایی رو همچون مریضی بلکه بسیار از مشکلات خود رو حل کنیم. یکی وقتی که دولت خدانظرف رو همچون پرزیدنت انتخاب نکردیم که اون نماینده یکی از منطقه های تاجیکستان بود که اهالیش در مقایسه با دیگران زیاد نیست، یک شخصی زیایی بود، اینتلیجنت بود، در بیشتر فعالیتش در نه در داخل محل خود بلکه در مسکو در شوروی بود و این یک امکانیت داشتیم که دولت خدانظرف اگر پرزیدنت میشد در اون سالها، نه رحمان نبیوف نه کسی دیگر یک فرهنگ سیاسی نو رو در تاجیکستان وارد میکرد که دیگر اون تاثیرش بالای ملت هم گذاشته میشد. دوم، وقتی که ما عینی حال بابا نظر رو در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک خانم و اون هم زادگاهش یک محل یک منطقه‌ای که به یگان ولایت کلان در اون وقت منصوب نبود و اون میتوانست، یک خانم میتوانست نه تنها محلگرایی را بلکه خیلی از مریضی های دیگر که در جامعه ما در زمان امام علی رحمان شکل گرفته بود و امروز به اوج علای خود رسیده است، این را از بین ببرند. اما این معنی ندارد که ما دیگر شانس نداریم در تاریخ. فقط کافی است که ما در سر حاکمیت یک نفر یا یک تیمی نسبتاً پیشرفته را با دیدگاه‌های جدید و معاصر بیاریم و من مطمئنم که 80-90% مشکلات ما در 3 تا 5 سال اول حاکمیتش عوض خواهد شد. با این قضیه‌ای که در دوشنبه رخ داد، در همین یک برفریزی خیلی کم و یک سرمایه خیلی کم، همین چقدر کارناشایان بودن یک سیستم موجود رو در تاجیکستان نشان داد و این نشان داد که واقعا هم تا چه اندازه ضعف در این حکومت با این سیستمش وجود دارد. به نظر شما آیا مردم هم در همین به یک شکل مردم شریک همین به اصطلاح ضعف و ناتوانی و همین هستن یا نه؟ مردم چرا مثلا در مقابل همین عامل ها، در مقابل چنین چیزها ساکتن بیشتر؟ مردم ترسو است. ما چرا این را پنهان کنیم و بترسیم از گفتن همین کلمه؟ مردم تاجیکستان دیگر جرأت ندارد، جسارت ندارد که از حق خود طلب کند. از حکومت اصلا وظیفه جانی حکومت رو طلب کند. مردم میترسد، مردم رو به همین حد رساندن و
دیگر اون از اون ملت آریایی، از مثلا تعریفی های بالاخانه‌دار از اون که ما اجدادان ما کاوه آهنگر و سامانیان و فلان و بسمدان بود، نه دیگر از اینا نباید حرف بزنیم. ما باید بگیم که تاجیکستانی امروزه نسل یا زادگان زمان امام علی رحمان هستند که برای عادی ترین حقوق خود جرأت تلاش کردن و حرف زدن رو ندارن. ببینید همین برفی که در تاجیکستان ریخت، مگر فقط در تاجیکستان ریخت؟ وقتی که هوا تغییر میکند، اخبار رو ببینید در ایران چقدر برف بارید، در افغانستان چقدر برف بارید، در کشورهای دیگری آسیای مرکزی، در منطقه شرقی خیتای چقدر برف بارید. دقیقاً وقتی که یک ابر باد هوا میاد برای 10-15 روز، فقط برای تاجیکستان نمیاد، در همه منطقه این برف بارید. اما چرا این مشکلی فقط در تاجیکستان می شود و همه ساله تکرار می شود؟ برای آنکه سیستم دولتداری کار ناشایم است. یعنی سیستمی که وارد فساد شد، سیستمی که از امروز برای پگاه زندگی میکند، برای 10 سال آینده نه، سیستمی که در رهبریش نفری هست که مردم را وظیفه خود میداند، مردم را بگوید که برای 2 سال آینده تون ذخیره کنید. زمستان سرد می شود، بارش کم می شود، نمیدونم مثلا همین سال گفته بود که 2 سال خوراکتون رو ذخیره کنید برای آنکه بارش کم می شود. بارش که کم شد غله کم می شود، زراعت کم می شود، شما از حاضر خوراکی خود را ذخیره کنید. کدام رهبری دولت و اونم در عصر 21، در زمانی که مردم در تمام دنیا خوراک هر روزش رو از مغازه می رود میخرد، تازه سویجی، اون نه کیرب زده است، دیگر 2 سال خوراک رو کی نگه داشته میتواند؟ مگر ما اینقدر یخچال های کلان داریم که آرد و گندم و نخود و شیر و روغن رو ذخیره کنیم؟ کدام رهبری به عقل این حرف رو میزند؟ رحمان گفت که خشکسالی میشود، باران نمیشود، شما ذخیره کنید. اونقدر برف بارید که سیستم برقی تاجیکستان از کار ماند. یعنی کدام گپش درست است؟ اون باید بجای آنکه مردم را بگید که بارش نمیشود و ذخیره کنید خوراک را، باید به خودش بگید که من که تمام حکومت در دست خانواده‌ام هست، امسال باران میبارد، برف میبارد، باید خودم تیاری بینم برای زمستان، شبکه برق رو تعمیر کنم، نمیدونم از خارج اگر برق نمیرسد برق ایلاوگی بخرم. برای چه طالب برای مردم افغانستان وقتی که برق خودش نمیرسد از تاجیکستان برق میخریده است؟ حکومت تاجیکستان برای مردم تاجیکستان در فصل زمستان از خارج برق نخرد. یعنی ما مگر طالبان از حکومت امام علی رحمان یگان مسئولیت بیشتر دارن در نزد مردم افغانستان که در فصل زمستان در حالتی که محاصره اقتصادی دارن یگان حکومت اون را اعتراف نکرده است، برای ملتش از تاجیکستان ما برق میخرد؟ حکومت رحمان ندیدیم یگان مراتبه که در فصل زمستان حداقل در این 5-10 سال اخیر برای ملت تاجیک در فصل زمستان برق بخرد، بلکه برق رو میفروشد. مردم رو میگه شما تیاری ببینید، آمادگی رو برای 2 سال ببینید. خودت چرا تیاری نمیبینی؟ چرا آمادگی رو نمیبینی؟ مسئولیت خودت رو چرا انجام میدی؟ من فکر میکنم که ملت تاجیک، نه تنها ملت تاجیک، باید بابا جان ببینید چرا ما فقط ملت رو گناهکار کنیم؟ ما هم جزئی همون ملت هستیم. من و شما هم گناهکار هستیم، روزنامه‌نگاران گناهکار هستند، ضیاییان گناهکار هستند. یک به نام ضیایی میدونید چه بچه‌ها فرستادن با من دیدم، گفته است که باید برای یک نواری 1 دقیقه باید نشر کرد در شبکه‌ها که مردم از انگشت چگونه استفاده برن که دچار چنین مصیبت نشوند. بله بسیار پیشنهاد خوب، این نوار رو کردن در کار برای مردم 1 دقیقه چگونه انگشت را وقتی که استفاده کردن زهرآلود نشوند، چگونه خوراک 2 ساله با سپارش رحمانوف ذخیره کرده را وقتی که استعمال میکنن از اون کیرم، از اون حشرات و از اون زهرها زهرآلود نشوند. اینا رو باید کرد. اما چرا یک نوار 1 دقیقه، نیم دقیقه، 30 ثانیه برای رحمانوف نمیکنی، برای رستم امالی نمیکنی که وظیفه‌اش رو چگونه انجام دهد؟ شما میخواید مردم رو نصیحت کنید با نوار که چگونه انگشت رو استفاده برد، این مردم میدونه چگونه انگشت رو استفاده برد و همه ساله این گونه حادثه ها میشود. اما چرا یک نوار نمیکنید برای اون نفری که سببگار این مصیبت ملت شده است؟ این ببینید
سطح تفکر و همت زیایی تاجیک رو که من اصلا بعد از استاد مومن قناعت و بعد از برزو بعد از مهمانشاه شریف دیگر اصلا زیایی در تاجیکستان نمیبینم. پس زیایی هم گناهگار است، من و شما هم همچون اپوزیسیونر گناهگاریم که چرا نتوانستیم ملت رو جرأت ملت رو برگردونیم، یا کمتر حرف میزنیم یا مسائل های کلیدی رو حرف نمیزنیم. روزنامه‌نگاران چرا مسئله رو مطرح نمیکنن؟ چرا ببینید یک رسانه می نویسد که رستم امام علی، ببینید تبلیغ یک شخص رو و شخصیت سازی کولت لیشنس چه شکل میگیره در تاجیکستان. رستم امام علی که میری شهر است، بجای اینکه در این شب و روز در کوچه زندگی کند، در پهلوی مردم زندگی کند، فقط از کابینتش به هم کوچه همسایه بیرون آمده است و اونم برای سلفی کردن، موی سر شانه کردگی، سر لوچ برای عکس گرفتن. چقدر رسانه‌های ما تبلیغ کرده هستند که رستم امام علی به کوچه برآمد تا اینکه به کارمندانش دستور بدهد که اونها مسئولیت خود را انجام بدهند و در همون برف باریده ایستاده است، باران باریده ایستاده است. برای نمایش یک نفر رو دیدم که در دستش کتاب نوشته ایستاده است، در کوچه، در کابینت نه. یعنی این نمایشکاری رو بینید و رسانه‌های تاجیک در این باره می‌نویسند. به جای اینکه از رستم امام علی طلب کند که برای چی خب 12 ساعت در کوچه نیست، برای چی بیل و کلان نمیگیرد خودش مثل دیگر میری شهرها، مثل کلیشکا که در پهلوی مردم شهروندان کیف است، ساکنان کیف است، برای چی طلب نمیکند؟ مگر شهر دوشنبه یکم بار است میری شهر رو میبیند؟ شهر دوشنبه ده ها میر را دیده است قبل از رستم امام علی. اونا چیکار میکردن؟ پیاده میگشتن در بین مردم، از حال مردم میپرسیدن. در این گونه شب و روزها من مطمئنم که اگر که میری شهرهای قبلی میبودن در دوشنبه، اینا میآمدن در پهلوی مردم قرار میگرفتن. الکی 10-20 نفر منصبدار از منصب خود پریده بود، از آن جمله رئیس شهر دوشنبه از منصبش الکی آزاد شده بود. اگر در یک کشوری واقعا هم مردم سالار و در یک ملت متمدن میبینیم، اما در همین مصیبت را هم که سببگار اساسی خودشان هستند، باز این را تبدیل میکنند به پی آر، به یک معرکه تبلیغاتی خودشان و باز گفته ایستادن که نه این طبیعت است و این برف بارید و حکومت شب و روز زحمت کشیده ایستاده است. واقعا در اینجا ما همه گناهگاریم، از آن جمله ما اپوزیسیا، رسانه‌ها، زیایا و طبیعی است که خودی مردم هم گناهگارند. مردم وقتی که سطح انتظاری و طلبات خود را پایان برد، هر گونه حکومت هم باشد همین گونه رفتار خواهد کرد. استاد در همین زمینه اگر یک بار نگاه کنیم، درست شما درست فرمودید استاد، معمولا همه دیکتاتورها از ساختن سیستم سالم و درست میترسن و میترسن که اگر یک سیستم درست عمل کننده با وجود بیاید، جایگاه اونا تضعیف میشود، از بین میرود و هیچ وقت از پی ساختن همون سیستم نیستند در حکومت ها، در وزارت ها یا در سیستم های دیگری خودشون، در سازمان های خودشون. ولی در همین مدت مثلا اگر نگاه کنیم، در مدتی از سالی فکر کنم سال 2009 بود که پرزیدنت اعلان کرده بود که همین لیمیت برق بعد چند سال به افسانه تبدیل می‌یابد. بعد 2 سال گفته بود و بعد 3 سال، ولی لیمیت برق که افسانه نشد. ولی بله میگم لیمیت برق افسانه نشد، ولی این گپ پرزیدنت انکدوت شد برای مردم ما. نه لیمیت برق افسانه نشد، خودی برق افسانه شد. برق افسانه شد، ولی این لیمیت برق انکدوت شد. ببین بابا جان، ولی این لیمیت برق تمام شدنش به انکدوت تبدیل شده است برای مردم با واقعا هم. ولی استاد در همین مدت چرا که همین حکومت از پی همین زیر ساختارها را تعمیر کردن نیست؟ مثلا اگر نگاه کنیم سیستم وجود داشت در زمان شوروی، سیستم سالم بود و تا چند مدت چون زیر ساختارها درست کار میکرد، حتی زمان شروع جنگ‌های شهروندی هم بود، تا چندین سال برق وجود داشت، هیچ جا به برقی نبود، آب وجود داشت. حتی ما دیدیم که همون کانال هایی که در زمان شوروی پاک میشدن تا یه مدت دیگر هم با پاک کاری میشدن. یعنی همون سیستم تا چند سال به طوری بگیم که همین خودکار عمل میکرد. ولی چرا همین رو میدونند همین حکومتداران از پی
انا همین سیستم و از پای انا همین زیرساختارها نیستند. ببین بابا جان، من سوال رو دیگه خیلی میگذارم. چرا امام علی رحمان با خانوادهش از پی دولت سازی و ملت سازی و ساختار سازی و نهاد سازی در تاجیکستان باشد؟ چی ضرورت دارد؟ کی از او این را طلب میکند و کی طلب کرده است؟ چرا خودش را عذاب بتید، خودش را غم بتید، خودش را بالای این مسئله فکر کند وقتی یک ملتی که او را تحمل کرده ایستاده است؟ من باور دارم ملت تاجیک همین روزه یک هفته، یک ماهنه، 6 ماهنه، طول سال اگر برق ندهد هم همین ملت و همین چاپلوسان، همین طرفداران امام علی رحمان بهانه و دلیل پیدا خواهند کرد برای سفید کردن امام علی رحمان. پس امام علی رحمان برای چی بیاد خودش رو زحمت بدهد، منصبدار رو از کار عوض کند؟ اصلا برای چی پول ملت رو برای تجدید ساختارهای برق و شبکه گرمدهی و برای تولید جای کار اینا صرف کند با جای آنکه بفرستد به صورت حسابایش وقتی که ملت طلب نمیکند؟ من اصلا نمیفهمم. ببینید ملت تاجیک حدی اکثر جرأتش چی هست؟ وقتی که برق ندارد حقارت میکند مسئول برق تاجیک رو، همون کسی که با گفت خودش روبیلنیک در دستش است و فکر میکند که اگر مسئول برق تاجیک رو میتوانند با درست کردن این زیرساختارها حداقل میتوانند درآمدشون رو بیشتر کنند. نه برای این ببینید حالا برای این فکر اقتصادی داشتن در کار، برای این یک سطح پایان مینیمالی دانش دولتداری و ملت سازی و اقتصادی را داشتن در کار. اما ببینید ملت تاجیک به کدام حد رسیده است. ما مانند یک نفر شده ایم که یک کس ما را با کلتک یا با شمشیر میزند، ما با جایی که اون جلاد را دشمن خود بدانیم و تنقید کنیم یا اون نفری که ما را با کلتک میزند، ما با همون کلتک بحث کرده ایستادیم. ما کلتک رو میگیم برای چی ما رو میزنی؟ اون مسئول برق، اونه که روبیلنیک در دستش است، حتی اون رئیس شرکت برق تاجیک، اون همون کلتکی است که امام علی رحمان توسط اون ما رو میزند. ولی ما جرئت نداریم که با اون جلاد، با اون ظالم بحث کنیم، فقط میایم با اون کلتک بحث داریم، با اون شمشیر یا با اون وسیله که با اون ما رو عذاب داده ایستادن. من فکر میکنم امام علی رحمان هیچگاه دنبال ملت سازی و دولت سازی نخواهد بود. برای چی؟ اگر تاجیکان ملت شوند، اگر تاجیکستان دولت شود، دولت به معنای واقعی کلمه، در این گونه دولت و در این گونه ملت یکون که پیشوا در کار نیست. اصلا پیشوا برای ملت عیب است. پیشوا برای یک توده، برای یک قبیله مهم است و امام علی رحمان میخواد که تاجیکان به نام ملت و به نام دولت دارای اون نشانه های رسمی دولتی مثل پرچم، گیم، پارلمان، کنستیتوسیا باشد، اما در اصل ماهیتا یک قبیله است، یک توده هست که از طرف پیشوا اداره میشه. چون اگر ما ملت شویم، ما دولت شویم، یک نفر نمیتواند 30 سال با خانوادهش یک ملت و یک دولت را در اصل 21 حکمرانی کند. پس چگونه امام علی رحمان منفعت دار بود است که از تاجیکان ملت بسازد و از تاجیکستان دولت؟ به هیچ وجه. او طرفدار آن است که انا همین سیستم دوام کند، همین شکل باقی بماند و ملت تاجیک هر وقتی که بی برق ماند مسئول برق را حقارت میکند، هر وقتی که پاره دادنی شد همون رئیس جماعت و کارمند کمیته زمین رو نمیدونم دکتر را حقارت میگیرد، اینها را پاراخور میداند. تمام مشکلاتش را در منصبداران پایان میبیند و از همه مصیبت بدتر باز ملت دعوا دارد که این منصبداران و مسئولین پاراخور و مفتخور آبروی امام علی رحمان را میریزانند، او را فریب میکنند. من در این بچه‌ها وقتی میفرستن میبینم در اونجا نوشتند، هم برای همین وقتی که گفتم که نظر مردم چی است، در اونجا نوشتند که جناب عالی را کارمندانش فریب میکنند. و این افسانه کی باور میکند؟ امام علی رحمان که تجربه 30 ساله حاکمیت دارد، تمام امور تاجیکستان در دستش است، در خانه تمام مردم و اداره ها کامرا مانده است و همه را نظارت کرده ایستاده است. کدام وزیر، کدام رئیس کمیته، کدام منصب رئیس ناحیه شهر و ولایت او را جرأت میکند که فریب کند؟ امام علی رحمان ما و شما را فریب کرده ایستاده است 30 سال باز. نه اینکه مردم او را فریب کنند، او مردم را فریب کرده ایستاده است. اما باز مصیبت ملت هم در همین است که یک ایده پیدا میشوند که میگویند که این منصبداران پایانی به چشم جناب عالی خاک میپاشند، او را فریب میکنند، او را در پیش مردم آبرویش را میریزانند. نه،
دوستان گرامی، بس از این گونه افسانه کردن باید به این نتیجه برسیم که نه، او است که با چشم مردم خاک میپاشد، مردم را فریب کرده ایستاده است. یک ایده از منصبداران پایان، چاپلوسان و این آب صاف کنک ها، اینا مشغولن که در کامنتاری و در شبکه ها و در مقاله ها و رسانه هایشون وضعیت را برعکس نشان بدن. بله، همون در خیلی که شما فرمودید دوستان، در همین شبکه ها و در اینا یک چیزی هم خوندم که گفتن در این قضیه آخری که در شهر دوشنبه رخ داده است، کسانی بودن دست دارند و گناهکار هستند که میخواستند شهردار دوشنبه را اونها بدنام کنند، اونها عمدن دست به خرابکاری زدند و چنین چیزهایی را به وجود آوردند. ولی اینم نشانه یا ادامه انا همون پیارسازی هست که در مصیبت ملت میخواهند باز از یک نفر شخصیت بسازند که گویا یک گروه من و شما مثلا همین. اگر کی منفعت دار است که در تاجیکستان در همین شرایط امروزه مثلا ضعف و ناکارگی حکومت تاجیکستان آشکار شود، کی منفعت دار است؟ اپوزیسیا. آیا من و شما قدرت داریم که همین کار را در تاجیکستان انجام بدیم؟ بیایم شبکه برق را کارشکنی کنیم یا که مردم را بگیم شما پاره بخورید، سیستم دولتداری را پاره خور کرده باشیم، مردم را عذاب بدیم، منصبا را بفروشیم؟ آیا ما میکنیم؟ آیا یگان نفر در داخل تاجیکستان جرأت دارد از مقامات مثلا رئیس کدام ناحیه، رئیس کدام ولایت، کدام وزیر قدرتی یا غیر قدرتی که این کار را بر ضرر خانواده امام رحمان انجام بده؟ یعنی یکی از نشانه‌های افسانه بافی و اون هم از طرف رسانه‌دارها و بلاگرها و از طرف بنام زیایان و مردم صاحب قلم همین است دیگر. وقتی من میگم که از مصیبت ملت باز همچون پیار استفاده میکنن برای یک نفره، انا همین است که گویا باز کسی هم با هم بگه که این خودش بهنر است، این خودش مسئولیت خود را انجام نداده ایستاده است، باز میگن که کسانی هستند که برای بهنر نشان دادن این گونه کارشکنی کردن، سابوتاژ کردن و غیره. واقعا مصیبت ما ملت تاجیک مصیبت اندر مصیبت است. اپوزیسیونش هم مصیبت است، روزنامه‌نگارش هم مصیبت است، مردم ملتش هم مصیبت است و مصیبتی از همه کلان باز خود حکومت و حکومتدارانش است. همین اساسات خیلی که شما در اول اشاره کردید، این موضوع ها هر دو تقریبا به دیگر ربط دارند و باز هم برمیگردد به همون مسئله محل و خانواده‌گرایی و همین که اگر واقعا رستم امامعلی یا دیگر دخترها و پسرها و جیانها اگر شایسته می بدند، آیا مثلا اگر اونها فرزند یا به اصطلاح نبیره و جیانی یک نفری خاص نمی بدند، امروز به این سطح می رسیدن و همون شایستگی را داشتن؟ واقعا هم این امکانات و اون مقام و اون منصب بود که این افراد به این جایگاه ها رسیدن و امروز در واقع نشان داده ایستادن که به چه حد توان دارند و مثلا همون مدیریت اونها بابا جان، همین اگر تاجیکستان یک دولت مردم سالار می بود، در اون قانون حاکم می بود، خیش و تباربازی و محل بازی نمی بود، من مطمئنم که همین کمند حاضره از خود رحمان سر کرده با پسرش با تمام وظیفه‌داران و منصبداران در انتخابات اول حزبشان که آنها اعضای اون حزب هستند یک رأی هم نمی آورد. چه مردمی که در خونش برق ندارد، در خونش نان و آب ندارد، فرزنداش در روسیه مهاجر است، در انتخابات به همون حزب آواز میدهد که پرزیدنت اعضای همون است، رئیس شهر اعضای همون است، وزیر اعضای همون است، همه این مصیبت ها رو به سر او آورده است، باز همون حزب 70 80 90% آواز میگیرد. اگر انتخابات واقعی و انتخابات سالم بود، برای همین از وقت میگم که امام رحمان منفعت دار نیست که در تاجیکستان دولت و ملت و نهاد دولتی شکل بگیرد، انتخابات شفاف باشد، همین است دیگر. چون اون میداند که در انتخابات در تاجیکستان چون انتخابات نیست، هیچ کس او و پسرش رو انتخاب نخواهد کرد، یگان مردم اصلا حق انتخاب کردن ندارد، فقط میاد در اون انتخابات یک رقص و بازی است، یک گوشه پلاو ماندن میخورند و
آواز رو میپرتایند، بعد آواز رو کسی که خیلی حساب کرد مثل انتخابات های گذشته نتیجهش به فایده آنها. و اینا چرا باید بیان برای این مردم خدمت کنند، کار کنند، شبکه برق رو تامین کند، سیستم گرمکنی رو تعمیر کند، معاش بدهد، نفقه بدهد؟ اصلا برای چی؟ برای کی؟ بنابراین من فکر میکنم چون این موضوع هم خیلی به هم ربط دارد و طولانی است و شاید در همینجا هم جمع بحث کنیم، اینا همش ربط دارد به یک نفر، به یک خانواده. تا آن وقتی که این خانواده و این نفر در سر حاکمیت است، مطمئن باشد که این گونه حادثه ها هر سال تکرار خواهد شد و این مصیبت دائمی ملت خواهد بود. بله استاد، بگذاریم بلافاصله به موضوع بعدی و خیلی وقت کم مونده است. همین مرگ مرموزی نوالنی در یکی از زندان‌های سیبیر روسیه خیلی سر و صدای زیاد کرد در دنیا و خیلی از کشورها واقعا هم این عملی و اون که جنازه‌شو چند روز ندادند و تمام قصه هایی که دیگر فکر میکنم اکثر بیننده ها پیگیر بودند و میدونند در این زمینه. حالا همین مسئله با یک چیزی شد که پیمان ملی تاجیکستان هم در همین باره یک اظهارات پخش کرد ولی گاه دیدم که از بعضی جایها بعضی اعتراض‌هایی هم شنیدم. من استاد چند نکته هست که میگم، بعد شما درباره صحبت کنید تو وقت زیاد گرفته نشود. بعضی ها یک اعتراض‌هایی هم نسبت به همون اظهارات پیمان ملی داشتن که میگفتن نوالنی یک شخصیتی چی است ملیگرای روس بود و ضد تاجیک، ضد مهاجر بود. چرا مثلا پیمان ملی از اون قهرمان میتراشد یا قهرمان تراشی از یک تاجیک بدبین و این از طرف پیمان ملی یک کاری شایسته نیست و این اعتراض ها هم وارد شد در عموم. ولی اون روندی که اون چیزی که ما در اونجا دیدیم واقعا هم شباهت به کارهای بگیم که دیکتاتورها به همدیگر است، از جمله در کشور ما هم که زندانی ها خیلی اون در سالهای گذشته دیدیم که چندین زندانی در ماه رمضان در زندان به شکل مرموز گویا از طرف داعش کشته شدند. باز هم این همین خیلی باز چندین زندانی دیگر از زندان همین خیلی مثلا رجب علی کمیلوف به نزدیکی به یک شکلی که هیچیش معلوم نیست در زندان گویا از دنیا گذشته است و این شکل چیزها زیاد است و چه شباهتی بین این هاست و برای این به گفته به این انتقادی که از طرف بعضی دوستان صدا می‌دهد شما چی گفتنی هستید درباره این سوال؟ بله ببین بابا جان، اگرچه من متهم به از حد زیاد دیپلماتی صحبت کردن میکنن دوستان و چون ختم کرده اکادمی دیپلماتی هم هستم و کسبم است، خودت از من بیشتر دیپلماتی صحبت میکنی. مرگ نوالنی رو مرگ مرموز میگی. چرا مرگ مرموز؟ باید این رو نامش کشتار است، این به قتل رسانده شد. من در صفحه توییتر خودم این رو آشکار گفتم که این به قتل رسانده شد و دیگر جای پنهانیش نیست. این همونطوری که برادران ما در زندان به قتل رسانده شدن، یگان خیلی مرگ مرموز نبود. قتل رو باید قتل گفت، جنایت رو باید جنایت گفت. من در وقتی که نوالنی به روسیه برگشت یک صحبت داشتم در نمیدونم در کانال پیمان یا در کانال خودم بود، اگر دوستان بعد مسئولین همون رو پیدا کنن در لینکش رو در همین پایان یا در گوشه همین مانن خوب است. من اون وقت به این نظر بودم که نوالنی نباید برگردد به روسیه چون زندانی می شود و نظر بسیاری از کارشناسان روس هم همین بود که نوالنی بعد برگشت زندانی خواهد شد و اون شرایط امکانات مبارزه را از دست خواهد داد. ولی او برگشت، او راهش رو انتخاب کرد. این انتخاب آگاهانه نوالنی بود و من الان بعد از آن که او کشته شد در زندان به این شکل، من به این نتیجه رسیدم که هنوز من بازگشت او را کار درست نمی حسابم و اگر نوالنی در بیرون می بود مبارزش رو بهتر و مؤثرتر دوام میداد. اما فقط با یک فرقیت که پس معلوم می شود که من یک کمی اشتباه کرده بودم در مقایسه کردن ملت روس با ملت تاجیک. چون وقتی که من میگفتم که نوالنی برنگردد، من با تجربه که از نوالنی های تاجیک مثل زید سعیدوف مثل دیگران که برگشتن و تقدیرشون معلوم که چی شد، من
از این خلاصه کردم و گفتم که نوالنی بر نگردد و هنوزم بر این فکرم که درست بود. اگر مثلا زاید سعیدوف در بیرون می بود 100% که تاثیرش به ملت و کمکش به ملت دیگه خیلی میرسید. بزرگمیر در بیرون می بود، سید عمر و محمد علی و دیگر دوستان ما، حتی ایزد امان اگر در بیرون می بود هنوزم کمکش به مهاجرین و به ملت بیشتر میرسید از آن که در داخل زندان هستند و حتی کسی پیدا نمیشد که با اونها دیگر کمک کنند. و همین ملتی که اونها به خاطر آنها زندانی شدند و از بین رفتند و شهید شدند، ملت در فکر اونها هم نیست. من فکر کردم که ملت روس هم همین است و نوالنی حیف میشد، اما بعد امروز درک کردم که نه، نوالنی ملتش رو از من بهتر میشناخته است و اون میدونسته است که اگر برگردد، اگر چی خودش از دست میرود و مبارزه شخصیش ضعیفتر میشود، اما اون ملت هنوزم در داخل خودش دارد کسانی که به خاطر آنها میارزد یک نفر جان خود را در خطر اندازد. و این رو ما در چی دیدیم؟ وقتی که نوالنی برگشت خیلی ها به پیشوازش آمدند، وقتی که دادگاهی شد خیلی ها به دادگاه رفتند و خیلی ها امروز هم مبارزه برده ایستادند. وقتی که او کشته شد ده ها و شاید صدها هزار شهروند روسیه به هر شکل در هر جای به مراسم ویدای او رفتند. شما نوارها را دیدید در شبکه‌ها که دیگر اصلا چندین کیلومتر مردم صف کشیدن به خاطر ویدا کردن با نوالنی. پس این بیانگری چی است؟ بیانگری آن است که نوالنی ملتش رو از ما بهتر میشناخته است. ملت روس هنوز هم پوره از بین نرفته بوده است، هنوز هم در داخلش افراد زنده و بیدار و آگاه و جسور داشته است. هنوز هم پوتین نتوانسته است ملت روس را به مثل که رحمانوف توانست ملت تاجیک را به یک توده، به یک قبیله ترسو تبدیل بدهد. من با خون دل با معذرت این حرف رو میگم، اما دیگر از گفتنش نمیترسم. واقعا رحمانوف ملت را اکثریتش رو به همین شکل به همین حالت آورد، اما پوتین نتوانست تا این حد موفق شود و به خاطر این گونه ملت و به خاطر آن مردمی که در داخل هستند به دادگاهت می آیند، به مراسم جنازت حداقل می آیند و به خاطر اون مادر جسور می ارزد که یک انسان جانش رو در خطر ماند مثل نوالنی برود. و من مطمئنم که دیر یا زود نوالنی قهرمان ملت روس و قهرمان روسیه خواهد شد. بله، نوالنی به عیب نبود. من 100% کسانی که میگن که او ضد مهاجرین بود، بله، یک سالهای بود که نوالنی ضد مهاجرین صحبت میکرد، مثل که یوگنی روزمن سابق میر یکاترینبورگ ضد مهاجران بود، مثل که خیلی از سیاستمداران روس. مگر خود مدودف ضد مهاجران گپ نمیزد؟ مگر پوتین خودش ضد مهاجران نیست؟ الیت روسیه چه اپوزیسیا و چه در حکومت بودش اکثریتش سیاست‌های ضد مهاجرین داشتند و هنوز هم دارند. در اروپا هم خیلی از سیاستمداران ضد مهاجرین هستند. آیا میشه که فقط به خاطر آنکه یک زمان نوالنی ضد مهاجرین صحبت میکرد ما تمام اون زحمت‌ها، کارهای مثبت او را، تمام اون تلاش‌های او را که اونم به خاطر یک قسمش باز به خاطر مهاجرین بود ما فراموش کنیم؟ یادتان هست وقتی که نوالنی از همون بازداشتگاه موقتی بیرون برآمد یک مصاحبه بسیار خوب داد. او گفت که من در همین بازداشتگاه با چند مهاجر از اون جمله با تاجیکان 15 روز شیشتم و وقتی که با مهاجرین نشستم از مشکلات آن آگاه شدم، با آنها فهمیدم که چرا او طرفدار جاری کردن ویزا برای مهاجرین آسیای مرکزی از اون جمله برای تاجیکان است. و گفت بعد از فهماندن مهاجرین طرفداری من شدند، برای آنکه وقتی یک نفر با ویزا وارد یک کشور می شود اون کشور مسئول آزادی، حقوق و زندگی او تمام بود و باشون در اون کشور است، چون با او وقتی که ویزا داد دیگر حق او را دیپورت کردن، او را زندانی کردن و جریمه کردن برای با بهانه‌های گوناگون ندارد مگر اینکه یک جنایت صادر کرده باشد. اما وقتی که او به ویزا می آید و او را گویا که از یک طرف سبو کردن کارش را، از طرف او دیگر حقوق ندارد، میلیسیونر هم حقوقی را پامال میکند، کارمند فیمیس هم، کارمند کارفرما هم و هر یک معذرت میخواهم خرد و ریزه منصبدار روسیه او را تحقیر میکند. اما وقتی که شما ویزا دارید هم حکومت روسیه شما را وظیفه دار است پشتیبانی کند، هم سفارتتون. بنابر همین اون بعد موقعش رو با این گونه شرح داد. بعدا از خیلی موقع‌های
دیگرش دست کشید. برای مثال نظرش درباره قریم دیگر بود که وقتی که روسیه قریم رو گرفت از اوکراین او طرفداری کرد، اما بعدا آمد از اون پشتیبانی کرد. اما با وجود این کمبودی هایش آیا ما اون جسارت و شجاعت و جوانمردی نوالنی رو باید فراموش کنیم؟ ما به خاطر چی؟ من شخصا خودم تسلیت گفتم و پیمانم در این موقع بود، تنها به خاطر نوالنی نبود، به خاطر نوالنی های تاجیک هم هست. یادمون نرود وقتی که ما قضیه نوالنی را مطرح میکنیم، بعضی حتی از خود همین اپوزیسیون تاجیک، حتی از پیمان ملی تاجیکستان هم بعضی ها انتقاد کردن که نوالنی کی است که ما به خاطر او باید که مسئله را مطرح کنیم و پشتیبانی کنیم. او فراموش کرده است که ما فقط به خاطر نوالنی نه، اگرچه در تمام دنیا یک سیاستمدار مثل ما هم به این مورد ظلم قرار بگیرد، باید ما صدا بلند کنیم. ما این کار رو به خاطر نوالنی های تاجیک میکنیم که زندان های تاجیکستان پر از آنها هستند. بنابر همین من در اینجا فکر میکنم که ما درست رفتار کردیم و باید همین گونه هم باشد. اما اون چیزی که با نوالنی رخ داد واقعا مرا یک کمی باز هم مایوس کرد که ملت تاجیک متاسفانه هنوز به اون حد نرسیده است که یک نفر، یک سیاستمدار جوانمردانه بگد من بروم به خاطر این ملت قربان شوم و این ملت به قدر من میرسد. ببینید مادر نوالنی چیکار کرد. دقیقاً شما یک مقایسه کنید با مادران زندانی های تاجیک، با زنهای زندانی های تاجیک، با فرزندان زندانی های تاجیک. وقتی که با مادر نوالنی گفتن که ما فرزند خودت رو همون آرام خفودم به یگان اعلان کردن در یک جا گور میکنیم، اگر شما صدا بلند کردید به خودتون ضرر میشه. دقیقاً همین جمله رو مفتش پرونده نوالنی با مادر نوالنی گفته است. دقیقاً همون جمله‌ای که مفتشان، کارمندان زندان‌های تاجیکستان، حکومتداران تاجیکستان به خانواده زندانی‌های ما میگن، حتی با فرزندان زندانی‌های ما از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اینا بعد پیام رو به ما میرسونن که به ما گفتن که اگر شما با کبیری صحبت کردید، با پیمان صحبت کردید، با روزنامه‌نگاران صحبت کردید، وضعیت خانواده‌تون و وضعیت زندانی شما بدتر خواهد شد. ما چگونه رفتار میکنیم؟ مادر نوالنی چگونه رفتار کرد؟ مادر نوالنی آمد با روزنامه‌نگاران صحبت کرد، گفت که من از این تهدید شما نمیترسم، جنازه فرزندی من رو بدهید که مثل یک انسان ما او را به خاک بسپارم. ببینید یک مادر جسور همین گونه فرزند جسور تولد میکند و این هر دو نماینده یک ملت جسور هستند. خانواده زندانیای سیاسی ما چیکار میکنن؟ اینا از ما تولا میکنن، از ما خواهش میکنن اگر گپشون رو نگرفتیم باز علیه ما ویدیو میکنن که شما چیکار دارید درباره زید سعید گپ میزنید، شما چه حق دارید درباره پدری من گپ میزنید، درباره شوهری من گپ میزنید، درباره فرزندی من گپ میزنید. همین کارا کردید، اونا زندانی شدن، بس نبود که باز شما گپ میزنید، روزگار ما از این تلختر و بدتر میشه. شما اون فرق رو دیدید؟ برای همین وقتی که از من پرسیدن که چرا خودت به تاجیکستان برنگشتی، اولش این که اینو باید بگن که من از تاجیکستان فرار نکردم. هیچ وقت. من هنوز دپوتات بودم، ایمونیتت دپوتاتی داشتم که از تاجیکستان بیرون برآمدم ماهی مارس 2015. وقتی که در خارج بودم که علیه من پرونده جنایی باز کردن. یعنی من دیده و دانسته برگردن که به زندان وارد شوم و 2 هفته 3 هفته درباره من رسانه‌ها بنویسند و مثل که درباره زید نوشتن، درباره ایزد نوشتن، درباره بزرگمهر و محمد علی نوشتند و می نویسند. به همین خاموش مردم از پس زندگی خودش، مردم از پس قرصک زنی به امام علی رحمان، سفید کردن رستم امام علی و کارهای حکومت، اون برادران در زندان بشینن. یا جسارت همین است. یگان نفر نه در سود زید شرکت کرد، همونایی که از زید پول میگرفتن. یگان نفر در سود بزرگمهر شرکت نکرد، همونایی که بزرگمهر از اونها دفاع میکرد. یگان نفر در سود عزت امان شرکت نکرد، همونای مهاجرانی که خودشون و خویش و تبارشون از عزت امان کمک میگرفتن. حالا چه رسد به سود و دادگاه‌های من که هم دپوتات بودم، مرا برای مسئله اکولوژی سود کردن. یگان نفر از سازمان اکولوژی برای درختان دوشنبه شرکت نکرد. خب چه رسد به دادگاهی که مالکیت مرا میگرفتن در دوشنبه بودن. من از اون دیگه شکایت ندارم، چون خودم در اونجا در آزادی بودم، اما اینا دیگر زندانی میشدن.
بنابراین وقتی که از من بپرسند که آیا برای همین ملت میارزد که یک نفر بیاد قربانی شود، شهید شود، زندانی شود، به تاجیکستان برگردد، من میگویم نه. این ملت امروزه تاجیک سزاوار آن نیست که برای او باید قربانی شد. من میگم برای این ملت امروزه تاجیک باید مبارزه برد، باید زنده ماند، باید در بیرون بود، در تلاش کرد که در آزادی بود، مبارزه برد تا اینکه این ملت معذرت میخوام خواب و ترسو رو بیدار کرد. وقتی که اون ملت احساس کرده که اون حداقل برای حق خودش مبارزه میبرد، برای زید و برای بزرگمهر و برای محمد علی نه، برای عزت امان، برای خودش، روز فهمیدیم که این ملت برای خودش مبارزه میبرد، برای پدری خودش مبارزه میبرد، بعد اون وقت میارزد که یک نفر بیاد از خارج بگوید که من خودم را قربان میکنم تا اینکه ملت به آزادی برسد. من شک ندارم که این کاری که نوالنی کرد و این کاری که ملت روس برای نوالنی در روز جنازه‌اش کرد، این آهسته آهسته باعث بیدارشوی بیشتری ملت روس خواهد شد و احتمال دارد که این آغاز انجام پوتین و حاکمیتش باشد. البته در آینده نزدیک نه، در یک سال و دو سال شاید نه، اما این نشان داد که دیگر ملت روس اون جسارت و غیرت را داشته است. ما باید کار کنیم، بیشتر کنیم که حداقل ملت برای برقش مبارزه بردن بیاموزد، نه برای مرا از زندان آزاد کردن، نه برای پدرش را از زندان آزاد کردن، برای که فرزندش از گرسنگی و از سرما نمرد. روز دیدیم که این برای شکمش و برای آزادی، برای گرمی خودش مبارزه میبرد، برای اینترنتش مبارزه میبرد. بعد میشود به این ملت درباره آزادی و درباره کرامت و درباره شرافت انسانی صحبت کرد. چگونه من با این ملت درباره آزادی و انتخابات و درباره نمیدونم انتخابات آزاد، درباره دموکراتیا، حقوق بشر صحبت کنم، وقتی که این حداقل یک مینیمالی چیزی که در عصر 21 در افریقا، در غزه، ببینید مردم غزه واقعا شرافت و کرامتش از ملت تاجیک 100 برابر بیشتر است. در محاصره است، در بمباران است، در همه چیز است. برای آزادیش، برای شرافت و کرامتش مبارزه برده ایستاده است. فرق ندارد اون ضد حکومت خودگردان فلسطین است یا ضد اسرائیل. خب من چرا دعوت کنم؟ یکی از برادران، حتی این رو باید آشکار بگم، یکی از فرزندانم به من گفت، فرزند خودم گفت که تا روزی که یکی از اعضای خانواده ما در زندان نیست، هیچ کس به گپ ما باور نخواهد کرد. گفتم چی گفتن میخوای؟ گفت اجازه بده که من برگردم به تاجیکستان و زندانی شوم. بگذار زندانی شوم. اون وقت خودت زبانت دراز میشه، میگویی که نه فقط هم حزبیا و برادران مبارز نه، فرزند منم در زندان هست و زبان تو دراز و مردم به حرف تو باور میکنن. گفتم گوش کن، من ملت تاجیک را تا جایی میشناسم. بله امروز مرا میگن که خودت با فرزندانت در خارج هستی و یگان نفر از فرزندانت در زندان نیست و خودت حق گپ زدن نداری. اگر فرزندانم خودم هم در زندان باشم، همین حرفش رو این مردم ادامه خواهند داد، باز یک کمبودی دیگر رو خواهند یافت. مگر بزرگمهر دریا در زندان است، حرف جمشید را گوش میکنن؟ مگر محمد علی در زندان است، حرف فرزند محمد علی را گوش میکنن؟ یا اینکه زید در زندان است، عزت در زندان است؟ نه، دنبال این حرفا نباید شد. یعنی این راه حل نیست. این همه فقط یک بهانه است برای از مسئولیت گریختن. اگر خودت میروی زندانی میشوی، نه تنها به من کمک نمیکنند، بلکه باز یک مشکلی ما رو بیشتر میکنند. بهتر نیست که در اینجا در پهلوی من باشی و به من کمک کنی تا من مبارزه برم که زندانی سیاسی آزاد شوند. این فریفته، این تبلیغات و این فشارهای روانی دشمنانی مبارزه نشوید شما. بنابر همین من این گونه حرفا رو اگر چه کمی طولانی صحبت کردم میدونم، این گونه شکایت ها هست. من باز تکرار میکنم که برای این ملت امروزه تاجیک باید زنده ماند، در آزادی بود، مبارزه برد، اما الان متاسفانه ملت به اون حد نرسیده است که به خاطر اون باید زندانی شد و قربانی شد. و این را من با کمال مسئولیت میگم، از روی تجربه که خودم دارم، تجربه که زید دارد، تجربه که عزت امان دارد، ده ها و صدها مبارز دیگر دارد که در زندان‌های رحمانوف نشستند. بله استاد، وقتی ما هم تمام شده است. فقط یک نکته که من در
یک مقایسه که شما کردید من راضی نیستم. مقایسه مادر نوالنی با همسران و خانواده زندانیان سیاسی ما، حداقل من دو نمونه همسر رحمت الله رجب و همسر محمد علی حیات رو میتوانم بگویم که قهرمانیشون از قهرمانی مادر نوالنی کمتر نبود. وقتی که اونها اعتراض کردن ما دیدیم که به سر اونها چی آوردن. ما میتینگ اون تخمباران خانهشون و اون فشار روانی که بالای اونها آوردن هیچ کس در کنار اونها نبود، ولی در کنار مادر نوالنی دیگر مردمی روس بود. و یا وقتی که در مادر همسر محمد علی حیات اعتراض کرد، اون به زندان بردن رو همراه فرزندی نابالغش و زندان هم نبود، حتی مثل گروگان بود در کمیته امنیت، ولی هیچ کس در کنار اون نبود مردم تاجیک. و این قهرمانی به نظر من کمتر از قهرمانی مادر نوالنی نیست و البته جای بعضی چیزهای دیگر هم بود، ولی این به فکر من نمیتوانم با این به این شکل محاکمه کردن خانواده های زندانیان سیاسی تاجیک راضی شوم. و بسیار اشاره بابا جان، نه بسیار یک اشاره خوب و سری وقتی و یعنی لازم را کردید، برای آنکه اگر واقعا همین جمله من به همین شکل فهمیده شود و فهمیده شده باشد و باقی ماند، این خوب نمی بود. خیلی اشاره خوب کردید. وقتی که من عمومی گپ میزنم، ببینید وقتی من درباره ملت گپ میزنم، قهرمانی ینگه هامون، خواهران عزیزمون، همسر محمد علی، همسر رحمت الله رجب و ده ها نفر دیگر، من حالا نام نگیرم که باز در بلامونن، مادران، فرزندان دیگرایی که واقعا تلاش کردند و اگر نمیکردن خیلی از سیرها نمیمون. مثلا خانواده بزرگمهر، پدر و مادر بزرگمهر هم خیلی تلاش میکنن، اعضای خانواده‌اش، خواهرشون در همونجا بودن، خیلی تلاش و زحمت میکشیدن و هنوز هم از بیرون میکشن تا جای اینا. ببینید اینا جای خودش، خدای نکند که این حرفای من به معنای اعتراف نکردن و نشناختن زحمت‌های آنها شناخته نشود. من وقتی درباره ملت گپ میزنم، چون ببینید نوالنی یک تا بود، یک نوالنی رفت، مادر یک نفر زندانی شد و مادر نوالنی چگونه رفتار کرد؟ کرمورزا زندانی شد، خانواده‌اش چگونه رفتار کرد؟ ایلیا یاشین زندانی شد، خانواده ایلیا یاشین در رسید چگونه رفتار کرد؟ مردم قفقاز وقتی که زندانی میشن، خانواده‌هاشون، مادراشون، زناشون چگونه رفتار میکنن؟ اما در تاجیکستان ما با یک گل میگن بهار نمیشود، با یک رفتار قهرمانانه و جسورانه خانم محمد علی و خانم رحمت الله رجب و چند نفر دیگر این مشکلی ملت ما را کم نمیکند. خب ما ده ها خانواده‌های دیگر رو دیده ایستادیم که حتی اونها در خارج هستند، چه رسد به داخل، حتی در خارج هستند، دیگر فعال نیستند و هر بهانه‌ای از مبارزه خود را کنار میکشن. من بیشتر منظورم این است. اینجا مشکل استاد در اینجا در پس معلوم شد که مشکل در خانواده ها نیست، مشکل در دیگر جا است. مثل که مثلا وقتی مادر نوالنی میاد یا مادر ایلیا یاشین یا خانواده اونها به بیرون به میدان میآیند، اعتراض میکنند، در کنارشون میبینند دیگر را، حمایت جامعه را احساس میکنند و یا حداقل به گروگان گرفته نمیشوند در زیر زمین ها و در زندان ها و اونها یک چیزایی دارن. ولی در تاجیکستان برعکس است. من فکر میکنم که یکم مشکل در خانواده‌های زندانی ها. من در صحبتم گفتم که خدا را شکر که پوتین نتوانست روسیه را در مجموع چی مسلمان و چی غیر مسلمان را به این حدی که رحمان ملت تاجیک را رساند به این حد برساند. من در صحبتم گفتم الکی. اما ببینید من از حرفم دفاع میکنم هنوز از موقع خود. چرا؟ ما تنها مسئله زندانیان نیست، ولی اگر ما مثلا زندانیای سیاسی که خانواده‌شون رفتن اعتراض کردن، رحمان گروگان میگیرد، میکشد، تجاوز میکند، میزند، چخیلی که با مادر عبدالرحمن کردن، عبدالرحمن 09، من این را قبول دارم. ولی چرا ما مردمی که برق ندارد، مردمی که اینترنتش رو قطع میکنن، مردمی که معاش ندارد، اینا هم خاموشن؟ مگر اگر یک گروه آمدن مثلا اعتراضی قانونی در چارچوب قانون با رعایت معیارهای قانونی که اینستیتوت این کفالت را داده است اعتراض کردند
برای برق، برای معاش، برای یک حق دیگرشون. امام علی رحمان همیشه گروگان میگیرد خانواده اونها رو. چه که خانواده زندانی سیاسی رو میگیرد. من فکر نکنم. من درباره ملت در عموم گپ زده ایستادم. یعنی وقتی که ملت برای حق خودش مایلش بگذار سیاستمداران اپوزیسیا جای خودش، اون طرفدارای رحمان گرسنه نشستن، همون چاپلوسا خودشون بی برق موندن. مشکلی ملی است. دیگر این مسئله فقط زندانیا و اپوزیسیا نیست. منظوری ما وقتی که از ملت میگویم، خدای نکرده اون چند مبارز و چند صاحب نظر و چه اپوزیسیا چه غیر اپوزیسیا اینا نیست، اما ما درباره ملت باید گپ زنیم. برای همین نشود که حرفی من خدای نکرده این طرف فهمیده شود که ما گویا زحمت ها و مبارزه بعضی افراد رو، وقتی من میگم در تاجیکستان زیایی نیست، همزمان باز میگم که برزو عبدالرزاق و مهمانشاه شریف و چند نفر هست. وقتی که من میگم خانواده‌های زندانی ها ترسیدن، همزمان در پهلوشون چند نفر مثل این خواهران ما و برادران ما که نامبر کرده اینا هستن. یعنی اینا استثناء هستن. اما وقتی درباره ملت گپ میزنیم دیگر نمیتوان گفت که همه ملت تاجیک همین گونه مبارز و جسور هستن. بله، سلامت باشید استاد. البته برنامه ما 60 دقیقه بود ولی حالا 76 دقیقه شد دقیقاً و به هر حال از بینندگان محترم عذر میخواهیم که یک کم وقت رو زیاد گرفتیم و شما هم استاد تشکر میکنیم برای شرکت در برنامه. همینجا بابا جان من یک سوال است، از من سخت خواهش کرده بود سخنگوی پیمان که به همین سوال جواب گویم. 2 دقیقه اگر اجازت باشد. بله، چون با موضوع محل ربط داره. بله اون سوال با منم فرستادن ولی متاسفانه وقت خیلی خوب، پس بیاید این خیلی کنیم. من چون مجری برای احترام هم مجری هم وقتی بیننده، من فقط این برادره که درباره پامیر و پامیری ها و محل سوال داده است با موضوع محل ربط داشت. من وعده میدم که حتما در یکی از برنامه‌های بعدی خودم این سوال رو اگر که با موضوع محل هم ربط نداشته باشد من جواب خواهم گفت. من فکر میکنم موضوع محل استاد باید یک کم بیشتر موردی با توجه قرار بگیرد و فکر میکنم جای دارد که صحبت های زیادتر شود اطراف این موضوع. به هر حال چون که اینجا خیلی صحبت ها بود، من وقتی نگاه میکردم بعضی ها مثلا محلگرایی خوب و بد مطرح میکنند و با یک شکل مثلا بعضی چیزا باید واقعا باید بالاش بیشتر صحبت کرد و یک چیزی باشد که این پدیده شوم من پیشنهاد دارم که در حتی میتوانید بابا جان در حتی این موضوع محلگرایی رو میتوانید در هفته آینده یا که به زودی باز تکرار کنید. فقط اینکه مثلا نماینده 3-4 محل تاجیکستان باشند و بگذار یک خطلانی، یک سوغدی، یک پامیری، یک حالا از هر یک دوشنبهگی وحدتی از هر جای باشه شرکت کنند و ما این موضوع محل رو یک کمی آشکارتر و شفافتر صحبت کنیم، چون همه چیز رو در اختیار حکومت دادن و در منپول حکومتداران موندن. اونا دیگر به همین حالت خواهند رسوند. باید ملت آهسته آهسته این گونه موضوعی داغ را در دست خود بگیرد، از بحث آن نترسد و ما اگر واقعا میخوایم ملت شویم باید این مشکلات و کمبودی خود را آشکار باید گفته توانیم. بله، سلامت باشید استاد. به هر حال حالا وقتی چون وقت با پایان رسیده است دیگر وقتی بینندگان رو نمیگیریم، وقت شما رو نمیگیریم، با همینجا برنامه رو با پایان میبریم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و مددگار. خدا نگهبانتون باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان.